هر کسی که پاشو توی این پمپ بنزین بذاره گیر میفته و هیچ راه فراری برای زنده موندن نداره. آلیس رو میبینیم که یه شب توی یه موتل میگذرونه. ساعت 2 صبح با زنگ شوهرش اریک از خواب میپره. با عجله میره دستشویی و شروع میکنه به مسواک زدن. همون موقع با اریک حرف میزنه. اریک اعتراف میکنه نمیتونه بخوابه چون حسابی استرس داره. دلیلش هم قرار ملاقاتی که با دکتر باروری دارن. میگه که بزرگراه بسته است و آلیس باید زودتر راه بیفته. بعد میپرسه جان دوست همکارش که آلیس باش به کنفرانس پزشکی رفته میتونه برسونتش. آلیس با آرامش بهش میگه همه چیز رو به راهه و تلفن رو قطع میکنه. یهو جان همونی که آلیس داره مخفیانه با اریک بهش خیانت میکنه میاد توی دستشویی. این دوتا عاشق خیلی زود با هم از موتل میزنن بیرون. توی راه آلیس میبینه اریک دوباره زنگ میزنه ولی تصمیم میگیره جواب نده. جان نگران میشه که نکنه اریک به رابطهشون شک کرده باشه ولی آلیس مطمئنه که شوهرش هیچی نمیدونه. یکم بعد به بزرگراه بسته میرسن. آلیس با کلافگی به جان میگه یه راه دیگر رو بره ولی معلوم میشه بنزینشون داره تموم میشه. آلیس با هرس به جان میگه چرا یادش رفته باکو پر کنه در حالی که بهش گفته بوده. جان اصرار داره که دیشب بنزین زده. خلاصه میرن توی نزدیکترین پمپ بنزین و جان شروع میکنه به بنزین زدن. آلیس هم میره توی فروشگاه. تو اون لحظه میبینی باک ماشین حسابی خراب شده و بنزین داره نشت میکنه ولی جان حواسش نیست و چیزی نمیبینه. دور و برش رو نگاه میکنه. جای خیلی خلوتیه. توی نور کم فقط یه تابلو با یه نوشته عجیب به چشم میاد. همزمان آلیس توی فروشگاه برای خودش قهوه میریزه. با اریک که داره برای یه چیزی عذرخواهی میکنه پیام رد و بدل میکنه. میره سمت صندوق پول که پول بده ولی هیچ فروشنده‌ای اونجا نیست. پول رو میذاره رو پیشخون ولی یهو خشکش میزنه چون پشت پیشخون لکه‌های قرمز میبینه. درست جایی که باید فروشنده باشه. با وحشت میدوه سمت در خروجی ولی هنوز نرسیده یکی به شونش شلیک میکنه. تیراندازی همینجوری ادامه داره. آلیس خودش رو پشت قفس‌ها قایم میکنه. با داد به جان صداش میزنه ولی جان تو دنیای خودش غرق موزیکه و چشاش هم بسته است. آلیس با ژاکتش زخمش رو میبنده و دور و برش رو نگاه میکنه که یه راه فرار پیدا کنه. یهو یه تیر دیگه شلیک میشه. این بار از سمت تابلو. به زور از تیر جا خالی میده. دوباره داد میزنه برای جان ولی اون هنوز هیچی نمیفهمه. میفهمه که تنهاست و باید خودش کاری کنه. تصمیم میگیره بره سراغ تلفنش که موقع تیراندازی افتاده. آروم آروم از پشت قفس‌ها میخزه. همین که دستش رو دراز میکنه سمت تلفن یه تیر میخوره بهش و تیکه تیکه میشه. از درد به خودش میپیچه ولی توی فیلم دوربین امنیتی یه چیزی میبینه. یه در خروجی پشتی. یه ذره امید تو دلش روشن میشه. یهو یه صدای ناآشنا یه اسم صدا میزنه. دور و برش نگاه میکنه و یه بیسیم رو پیشخون میبینه. شاید تنها شانسش برای کمک بشه ولی توی دید تکتیر اندازه. آلیس مصمم میشه و یه نقشه میکشه. یه بسته چیپس پرت میکنه تو هوا. تکتیر انداز سریع بهش شلیک میکنه. یکی دیگه پرت میکنه و وقتی تیر دوم شلیک میشه میدوه سمت بیسیم. جان همون موقع میبینه که باک بنزین داره کم میشه. با اینکه ماشین تکون نخورده گیج میشه پیاده میشه و بالاخره میفهمه باک نشتی داره. توی فروشگاه آلیس با عجله توی بیسیم حرف میزنه و از اون طرف خط التماس میکنه پلیس خبر کنن. ولی به جای کمک یارو میپرسه چی به سر زنش آملیا اومده. اون لحظه جان بالاخره میاد تو فروشگاه که حال آلیس رو بپرسه. همین که آلیس رو میبینه تکتیرانداز شلیک میکنه و تیر میخوره به گردنش. جان میفته زمین و از آلیس کمک میخواد ولی قبل از اینکه آلیس کاری بکنه یه تیر دیگه میخوره و همونجا کارش تموم میکنه. آلیس شوکه و وحشت زده سعی میکنه خودش رو جمع جور کنه. یارو تو بیسیم هنوز داره سوال میپرسه. تو اون هول و ولا بیسیم از دستش میفته. با یه دسته که نزدیکشه بیسیم رو میکشه سمت خودش. به یارو میگه که یکی دوستش رو کشته و حالا میخواد اونم بکشه. میگه هیچ عاملیایی اونجا نیست و تنهاست. بالاخره یارو قبول میکنه پلیس رو خبر کنه و میگه 15 دقیقه دیگه کمک میرسه. آلیس با خیال راحت تشکر میکنه و میگه تو خط بمونه. یارو میپرسه چطور پاش به پمپ بنزین باز شده ولی یهو لحنش عوض میشه و با سردی میگه اون بوده که جانو با تیر زده. آلیس وحشت زده بیسیمو پرت میکنه اون طرف ولی صدای تکتیر انداز ازش میاد که میگه بلند شه و جایی وایسه که بتونه ببینتش. از ترس فلج شده و نمیتونه تکون بخوره. تکتیر انداز تهدیدش میکنه اگه گوش نده خودش میاد داخل. آلیس مستعسل یه ردیف کلید برق رو دیوار میبینه. شروع میکنه چیزای مختلف پرت کردن سمتشون. امیدواره که اگه فروشگاه رو تاریک کنه بتونه فرار کنه ولی هدفگیریش خوب نیست و هیچی درست نمیشه. یهو یه چیزی پیدا میکنه.
قفسه‌ای که پشتش قایم شده چرخ داره. با تمام زور شروع میکنه به هل دادن قفسه که یه سد بین خودش و تکتیرانداز درست کنه. تکتیرانداز که حرکت میبینه دوباره شلیک میکنه. تیر به فلز قفسه میخوره و کمونه میکنه، در حالی که آلیس با جون دل قفسه رو داره تکون میده. با همه سختی‌ها بالاخره دستش به کلیدای برق میرسه و فروشگاه رو غرق تاریکی میکنه. دوباره بیسیمو بر میداره و سعی میکنه با یکی دیگه تماس بگیره و کمک بخواد، ولی هر بار فقط صدای تکتیراندازو میشنوه. اون با سردی به آلیس میگه اینجا فقط خودش، آلیس، زنش آملیان و هیچ کسی دیگه ای نیست. اون موقع آلیس یهو جنازه یه زن زیر پیشخون میبینه که بیجون افتاده. تکتیرانداز میگه زنشو کشته چون بهش خیانت کرده. آلیس با وحشت بیشتر میفهمه اون از خیانت خودش به اریک هم خبر داره. مستعصل میشه و بدن آملیا رو میگرده شاید یه تلفن پیدا کنه، ولی چیزی دستش رو نمیگیره. بعد با ناامیدی میره سراغ تلفن ثابت فروشگاه، ولی میبینه همه سیما قیچی شدن. اون میره سمت جنازه جان و آژیر ماشینش رو روشن میکنه به امید اینکه یک صداشو بشنوه، ولی تکتیرانداز با چند تا تیر دقیق آژیر رو خاموش میکنه. آلیس که دیگه کلافست و ترسیده ازش میپرسه کیه و میگه من که به تو کاری نکردم. تکتیرانداز با یه جواب عجیب میگه که اشتباه میکنه. آلیس هنوز از زخم شونش درد داره، با الکل ضد عفونیش میکنه. سعی میکنه لبه‌های زخم رو با چسب ببنده و با یه تکه پارچه تمیز بانداجش کنه. یهو صدای یه ماشین میاد، یکی به پمپ بنزین رسیده. یه مرد به اسم داگ میاد تو و شروع میکنه به صدا زدن آملیا. آلیس فوری داد میزنه خودش رو بندازه زمین و التماس میکنه پلیس رو خبر کنه، ولی داگ میگه تلفنش رو تو ماشین جا گذاشته. آلیس هشدار میده نمیتونن برن بیرون چون تکتیرانداز هنوز داره شلیک میکنه، ولی یهو به ذهنش میرسه از وقتی داگ اومده هیچ تیر شلیک نشده. مشکوک میشه و با دقت داگو نگاه میکنه. فکر میکنه شاید خود اون تکتیرانداز باشه. یه چکش برمی‌داره که اگه لازم شد از خودش دفاع کنه. داگ میره سمت جنازه آملیا و شروع میکنه به گریه کردن. وقتی چکش رو تو دست آلیس میبینه سریع میگه که اون تکتیرانداز نیست. بهش میگه تکون نخوره و همونجا بمونه. داگ توضیح میده با آملیا دوست بوده و با هم توی پمپ بنزین کار میکردن. آلیس میگه آملیا زن تکتیرانداز بوده، ولی داگ میگه نه، آملیا هیچ وقت ازدواج نکرده و تکتیرانداز داره دروغ میگه. آلیس هنوز شک داره. ورود ناگهانی داگ براش زیادی مشکوکه و عجیبه. وقتی داگ میفهمه آلیس با تکتیرانداز از طریق بیسیم حرف میزده، پیشنهاد میده دوباره باش تماس بگیره. میگه بگیم پلیس رو خبر کردیم چون تکتیرانداز نمیدونه تلفنش تو ماشین قفله. آلیس چند بار سعی میکنه با بیسیم باش حرف بزنه ولی جوابی نمیگیره. شکش به داگ بیشتر شده و بهش میگه برو تلفنتو بیار تا بیگناهی ثابت شه. داگ که حسابی ترسیده نمیخواد ریسک کنه و تیر بخوره، ولی آلیس اصرار میکنه. میگه خودم حواس تکتیرانداز پرت میکنم تا بتونی تلفنتو برداری. داگ با اکراه قبول میکنه. دلش شور میزنه ولی میره بیرون. با احتیاط میره سمت ماشینش و دستش به تلفن میرسه، ولی همون لحظه تکتیرانداز شلیک میکنه و داگو میکشه. چند لحظه بعد تکتیرانداز دوباره از بیسیم با آلیس حرف میزنه. میگه تو داگ رو فرستادی که کشتشه و ازش میخواد حقیقت رو درباره خودش بگه. میگه میدونه آلیس از یک کنفرانس برمیگشته و برای یه شرکت دارویی کار میکنه و اتهام میزنه اون از این کار به عنوان یه پوشش برای قاچاق مواد غیرقانونی استفاده میکنه. میگه خیلی هستن که به خاطر این کارش میخوان بمیره. آلیس اینا رو رد میکنه و میگه فقط معاون بازاریابیه و روی شبکه‌های اجتماعی کار میکنه، نه ساخت دارو. ولی تکتیرانداز میگه این حتی بدتره، چون تو با تبلیغات این مواد رو به مردم غالب میکنی. یه عالمه اتهام دیگه هم بهش میزنه، مثلا با دروغ گفتن درباره آزار جنسی رئیسش. میگه این اتهام باعث شده رئیسش کارش از دست بده و حالا با یه وام خونه و یه دختر مریض تنهاست. وقتی تکتیرانداز قرقراش ادامه میده، آلیس یه جعبه پیدا میکنه که روش اسم هنری نوشته شده. داخلش یه سری وسایل شخصی که انگار جا مونده. فکر میکنه هنری باید قبلا تو پمپ بنزین کار کرده باشه، ولی دیگه برنگشته وسایلشو ببره. به ذهنش میرسه شاید تکتیرانداز همون هنریه، یه مرد پر از کینه و تلخی نسبت به دنیا. بعد یه ویترین پر از چتر میبینه. در حالی که تکتیرانداز هنوز داره درباره گناهش حرف میزنه، آلیس چند تا چتر رو باز میکنه. با چترها یه سد درست میکنه که جلوی دید تکتیرانداز بگیره. طولی نمیکشه تکتیرانداز این دیوار چتری رو میبینه و شروع میکنه به شلیک کردن. چترها پر از سوراخ‌های تیر میشن. آلی از تیرها جا خالی میده و با عجله از تکتیرانداز میخواد دست نگه داره. میگه من هیچ کس رو نکشتم، ولی اون با اتهام میگه نه تو اشتباه میکنی. میگه همه برای منافع خودشون میتونن آدم بکشن و دوباره متهمش میکنه که نمیخواد مسئولیت کاراشو قبول کنه. وقتی تکتیرانداز غرق حرف زدنشه، آلیس یواشکی میره سمت در اضطراری. در قفله و با کپسول آتش نشانی سعی میکنه قفل رو بشکنه، ولی فایده ای نداره. یهو یه ماشین دیگه میرسه به پمپ بنزین. مرد میخواد بنزین بزنه، ولی کارت اعتباریش مشکل داره.
برمیگرده تو ماشینش و میره و تکتیرانداز کاریش نداره چون اون چیزی نفهمیده بوده. آلیس تصمیم میگیره روشش رو عوض کنه. به تکتیرانداز میگه به خاطر اینکه اون مرد رو ول کردی آدم بدی نیستی. میگه خودش و شوهرش دارن سعی میکنن بچه دار شن. امید داره با این حرفا تکتیرانداز بیخیالش بشه، ولی اون غریبه مرموز دوباره سرزنشش میکنه که چرا یه شب با معشوقش این طرف اون طرف چرخیده. میگه آلیس مادر افتضاحی میشه چون نمیتونه وفادار باشه. آلیس میگه تو هیچی از من نمیدونی، ولی تکتیرانداز جواب میده بیشتر از اونی که فکر میکنی میشناسمت. میگه آلیس توی گذشته چند بار سقط جنین کرده. آلیس اعتراض میکنه و میگه نه، من فقط نمیتونم بچه دار شم. اعتراف میکنه کل زندگیشو صرف خوشحال کردن مردا کرده. میگه خیانتش بهش ربطی نداره بلکه از سردرده. با این حال میگه هنوزم شوهرشو خیلی دوست داره. یهو صدای یه ماشین پلیس که داره نزدیک میشه حرفشو قطع میکنه. آلیس یه ذره امیدوار میشه که نجات پیدا کرده، ولی پلیسا مستقیم از جلوی پمپ بنزین رد میشن و انگار نه انگار. تکتیراندازم حواسش به پلیسا پرت میشه و آلیس رو گم میکنه و میپرسه کجاست. تو همین فرصت آلیس میدوه بیرون و میرسه به ماشین جان، ولی همین که میخواد در رو باز کنه تکتیرانداز شروع میکنه به شلیک به ماشین. آلیس مجبور میشه دوباره برگرده سمت فروشگاه. توی راه دوباره تیر میخوره، این بار توی پاش. از درد به خودش میپیچه و میره سمت فروشگاه و دیگه از حال میره. تکتیرانداز میگه نمیتونی فرار کنی. بعد یه مدت آلیس به هوش میاد، زخم جدیدش رو رسیدگی میکنه و بانداژش میکنه. تکتیرانداز هنوز داره درباره بیرحمی آدما حرف میزنه. آلیس یه تیغه پیدا میکنه و با پارچه میپیچه دورش. سعی میکنه قفل در اضطراری رو ببره، ولی شانس باهاش یار نیست و دستش رو زخمی میکنه. بیسیمو برمیداره و با عجله میگه مرگ من هیچ کمکی بهت نمیکنه. یهو اسمشو هنری صدا میزنه و با همدردی میپرسه آیا واقعا کارو با چش از دست داده. بعد یه مکث کوتاه تکتیرانداز با سردی میگه هنری کیه. ناگهان یه ماشین دیگه به پمپ بنزین میرسه و یه پیرمرد پیاده میشه. یه دفعه جنازه داگو میبینه. آلیس با همه وجود به پنجره میکوبه که بهش علامت بده قایم شه و پلیس خبر کنه، ولی همون لحظه تکتیرانداز بیرحمانه به مرد شلیک میکنه. زنش از ماشین بیرون میاد، ولی اونم همون سرنوشت رو پیدا میکنه. تکتیرانداز حرفاشو ادامه میده و به آلیس که شوکه شده میگه ما شبیه همیم. میگه اینا همون ژنایی ان که اگه بتونی بچه دارشی بهش میدی. آلیس با عصبانیت میگه دقیقاً به همین خاطر نمیخوام بچه داشته باشم که مثل تو نشن. میگه تو یه ترسویی توی تاریکی قایم میشی و آدمای بیگناه رو میکشی. میگه اگه مادرت میدونست تو چی میشی همین انتخابو میکرد. اینا رو توی درگاه در وایساده و با درماندگی داد میزنه. بعد متوجه میشه توی ماشین اون زوج پیر یه دختر به اسم سیندیه. سیندی با معصومیت میدوه سمت مادر بزرگ و پدر بزرگش. آلیس سری روی دستمال کاغذی یه یادداشت مینویسه و التماس میکنه برگرده تو ماشین. از تکتیرانداز میخواد زندگی دختر رو ببخشه. اون با سردی میگه جونشو با سیندی عوض میکنه. آلیس قبول میکنه چون این تنها راه نجات یه بیگناهه. تکتیرانداز میگه دختر از پمپ بنزین دور کن و خودت بیا توی نور. آلیس به سیندی میگه بدو سمت جاده، ولی دختر ترسیده و برمیگرده تو فروشگاه. آلیس میفهمه که حالا دخترم گیر افتاده. در جلو رو قفل میکنه و دوباره میره سراغ قفل اضطراری. این بار موفق میشه، ولی همون موقع تکتیرانداز مرموز از پشت تابلو پیداش میشه و میاد سمت فروشگاه. آلیس و سیندی تو انبار قایم میشن، ولی یه دروازه دیگه است که اونم قفله. آلیس سیندی رو زیر پلا قایم میکنه و با چیزایی که دم دستشه خودش رو مسلح میکنه. آماده میشه که با تکتیرانداز روبرو بشه. یک کم بعد تکتیرانداز با یه ماسک سیاه میاد تو فروشگاه. میپرسه فکر میکنی من کیم؟ شاید یکی که شوهرت اجیرش کرده، یا یه همکاری که ناحق اخراج شده. شاید هم یه زیردست ناراضی، یا کسی که زندگیشو با تبلیغات دارات خراب کردی. توی همین حرفا نزدیک بوده که آلیس ببینه، ولی آلیس غافلگیرش میکنه و با یه میله فلزی از پشت میزنتش. تکتیرانداز هنوز زور داره و مقاومت میکنه. یه درگیری شروع میشه. آلیس سعی میکنه ماسکشو بکشه، ولی اون دوباره بهش شلیک میکنه. آلیس میفته زمین. سیندی با وحشت این صحنه رو میبینه. یک کم بعد تکتیرانداز پیداش میکنه. دروازه رو باز میکنه و میخواد ماسکشو برداره. به دختر میگه دیگه چیزی برای ترسیدن نیست، ولی درست همون لحظه آلیس از پشت سرش پیدا میشه. با کپسول آتش نشانی محکم میزنتش. دوباره سعی میکنه صورتشو ببینه. تکتیرانداز شدید مقاومت میکنه. آلیس سرشو میذاره زیر پرس هیدرولیک. سر تکتیرانداز له میشه و هویتش به شکل وحشتناک گمنام میمونه. صبح میشه و آلیس بعد از سومین تیر که به شکمش خورده دیگه جونش تموم میشه و میمیره. سیندی که ترسیده از فروشگاه بیرون میدوه و میره توی جاده. تنها کسی که از این قتل عام جون سالم به در برده و فیلم به پایان میرسه.